خب سلام، وقت بخیر دوستان. اینا کیا سراتو اومده برای تست کولر. بعد از که تست کردیم اینا دیدیم که اواپراتور ترکیده و باید باز میشد. بالاخره داشبورد رو به این صورت باز کردم. چیز جالبم که اینجا زده بود: فروش داخل حسین طالبی 9 دقیقه 23/9/96 هم مونتاژ شده این ماشین. بعد به این صورت ما کلا خالی کردم. قسمت داخل هم که باید زنبوری باز بشه. اونجا 2 تا پیچ شاسی داره باید هم باز بشه. اینجا هم که پایین لوله های بخاری و کولر هم باز شد و رادیاتورش از این کنسول که جدا کردم. این قسمت نشتی، این قسمت هم نشتی، کلا مشخصه تو فیلم. حالا باید عوض بشه. این هم که اواپراتور جدیدشه با مارک خود شرکت کره ایه. این هم داشبوردشه که باز شد کامل و این هم که شاسی داخل اتاق و دست سیمیه که روی شاسی نصب هست. خب با امید خدا میریم سراغ کنسول و اواپراتور رو جان بزنم، بعد ببندم سر ماشین. متشکرم.